میگه مردم دعوت کردیستی با مردم رجوع داره. یا ایها الناس، ای خلق، ای مردم. این ندای ناس کشید وقتی عام است. در اینجا مسلمانان را هم در نظر داره حضرت صلی الله علیه و سلم، یهودی ها و اهل کتاب هم در نظر دارد، حتی مشرکان هم در نظر داشت. اینجا جایی که یا ایها الذین آمنوا میگه خداوند یا که پیامبر فقط مؤمنان را در نظر دارن و تخصیص میتن، اما وقتی که یا ایها الناس میشوه همه را در نظر داره. گفت یا ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا و الناس نیام تدخلون الجنة بسلام. ای مردم، سلام فاش کنی، سلام آشکار کنی، اطعام کنی، همدیگر را بنان و طعام تعارف کنی، کهنی نشوی. و به شب وقتی که مردم خواب هستند نماز بخونه، در این صورت به شک شبه داخلی جنت میشوی. تدخلون الجنة بسلام. ببینه وعده پیامبری صادق مصدوق است که همه هر کسی که سلام فاش میکنه، هر کسی که نعمت پروردگار را تنها نمیخوره و در راه خدا انفاق میکنه، هر کسی که به شب نماز تهجد میخونه، انشالله داخل جنت میشه با سلام. سبحان الله. همین سلام حقیقتا برای ما مسلمانان را یه رحمت پروردگار است. سلام نام از نامهای الله است. سلام در بین مفوش است. اصلا سلام پرول مسلمان است. کسی از سلام گفت میفهمی که مسلمان است. سلام زیاد گرداننده محبت بین مسلمان ها است. افسوس و صد افسوس که همین به بهانه گلوبالیزاسیا بعضی اخلاقهای نوجوی مردم دیگر را در بین ما انتشار داده است. کم همین سلام ای بین رفته است. فقط شناسا را سلام میتن. همین کوچه های شهر ده میبینی مسافر اینا زنی نورانی گذشته است، ای پیشش بچه‌هاش میگذرن، عقلی سلام نیست، نشناسمش. و برای سلام شناختن در کار نیست. دیدی که مؤمن ای السلام علیکم و رحمت الله، اوی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ای. البته باید بشناسیش. حضرت گفتن که یا رسول الله کدام عمل در اسلام از همه بهترین است؟ گفت تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. بهترین عمل در اسلام طعام دادن است و سلام گفتن است به هر کسی که میشناسی و نمیشناسی. الله اکبر. برای همدیگر سلام بتین. وقتی سلام دادی همین آدم ناشناس سلامت بته چه خیلی نمیشناسی شده که همون در نظر سیمپاتیش نمیتونه دیگه خرسند هم میشه. میگوی بچه پدردار بده وقتا که خوش میشه و همین نشانه محبت های، نشانه مقصد در بین ما این همین کینه و عداوت و بغض دوشیدن شد. باره میگه حضرت صلی الله علیه و سلم جمع کرد اصحاب گرامی را و تأکید کرد. روایت حضرت زبیر ابن عوام است. گفت دب الیکم داء الامم قبلکم. بالای شما را هم گفت آیسته آیسته همون دردهای بیدوای قومای پیشینه سرایت میکنه. الحسد و البغضاء. او دردهای بیدوا دو چیزند. یکیش حسد، نمی حسد بردن به هم دیگر، و دومش همین کینه و کدورت عداوت. حسد همین قضیه سرایت کرده است که همسایه ده ایتش کنه تو میگوی سه تکنم. همسایه اگر به شرط کیمری میگیره تو میگوی لکسوس میگیرم. یعنی تو همین درجه را رسیدگیم. یک خونه آباد نقل کردن، همسایه‌اش پرده کرده است، این همین شرایط امکان نداشته است، این همین قرض خطی رفته پرده چسبونده. همسایه‌اش مبل گاریتور خریده است، این همطریق قرض قواله خطی رفته است خریده است. اخیر قرض رو ای گلوتکش که گرفتن مجبور شد خونه‌اش فروخت. آخر ناشگری چه و پوتا بگجا درست میگیری. این همین حسد ده. همین حسد دردی قومای پیشینه. البته اگه بالای شما را سرایت میکنه و کینه و کدورت. کم کینه و کدورت داریم. اکثری مورد هم میبینی مسلمان با یهودی رفیقه، با نصرانی رفیقه، همین مسلمان با مسلمان سگ پشک. بچه های همون راسیه بعضی شکایت میکنن، میگه بعضیش هست که همین توجیک ببینه و روسی که هم میزنه. تو این درجه را رسیدیم از برای خدا.
هی الحالقه، این میگه ریشکنه تراشنده ای. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. حسد کینه و کدورت مورانه دین اسلام میتراشن، دین اسلام از بین میبرن. ریشه در ایمانت تیشه در ریشه ایمانت میزنن. حضرت درد گفتو بزرگی پیامبر صلی الله علیه و سلم در چی است؟ درد میگه و با شفاش هم در برش بیان میکنه. حضرت گفت افلا انبئکم بما یثبت ذلکم لکم. گفت والذی نفس محمد بیده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست، تا زمانی که ایمان نیاره داخل جنت نمیشوه و تا زمانی که همدیگر را دوست نداره ایمان تو کامل نمیشوه. بعد گفت شما را آگاه کنم از کاری که اگر همون را کرده محبت تو زیاد میشوه؟ گفتم بله یا رسول الله. حضرت گفت افشوا السلام بینکم. این همی سلام در بین تو فوش کنه. میشناسی کسی را نمیشناسی سلام بده. این یک عمل جانانه نازنینی است. حضرت صلی الله علیه و سلم خرد و بزرگ سلام میداد. انس ابن مالک میگه ما همین آرزو میکردیم که بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشکی سلام بدیم اسپید نمیکردیم. حتی کودکان را میدید حضرت با سلام پیش دستی میکرد. ما امتای پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم. سلام کاری خیر بدست، سلام زیاد گرداننده محبت بدست. بهترین مسلمانان میگه حضرت کسی هسته که ابتدا با سلام کنه. برای همین سعی کنیم همین کاری خیر خوب از بین ما کنده نشوه. سال 2009 در امریکا بودیم. با خدا قسم یک شب بعد شام بود تماشا بردن برادوی. این برادوی در همون منهتن نیویورک اگه کوچه مرکزی جهان میگن اونجا. کوچه مرکزی جهان اکثر همون فیلم های کلون در همونجا نمیدونه همین رکلامه هاشو شاید آفیس دارن چی دارن، زدنی های بلند باور میکنه باران میباره نمیفهمی بارونه. ای دسته اون که همون نبسکریوبا بسیارن باران رنگی که در پیش یک فانتان میشتی و شمال کم همون شبنم وری میاره قطرشه اون همون خیلی میابه بالاتر. همین گذشته استیم زنگی ها اساسا زنگی ها همین اکثر مسلمان ها زنگی بدین السلام علیکم میگن السلام علیکم و رحمت الله. همین تا با محبت ما جلک داریم توقی داریم ای همین شکل و صورت ما فهمیدیم که مسلمان ها ما او را نمیشناسیم نه که او هم السلام علیکم و رحمت الله. با خدا هم خیلی با محبت همون سلام میتن همتاری را در خودمون کم احساس میکنه آدم. شناس باشه سلام میتن نباشه ای کجا. در موسم حج در همین اتوبوس تیلا تنبکده میدوریند حاجیو زده و زور زده ما یک عاده داریم که 5 کس باشیم بنابرای نمیدرویم اخی باید تیلا کنیم با هم دوری اتوبوس جای گریز نباشه اخی دیگه ایزو میکشن هم دیگرشون رو ببینن. ایش تو رو نگاه میکنه ایش تا نگاه میکنه حتی در درون لیف با خدا قسم. بعد یگون آدمی با عقل میگه السلام علیکم یکی میبینی که همونجا چراک شده میشه و ای خانواده شما حاجی حرمین اوغه همه توجیک همه مسلمان اوغه بیمار داریم السلام علیکم که را کشتای همین السلام بگو همه یعنی گریه ها باز میشه. آنمیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است که کسی سلام فوش میداره مسلمان انشالله یکی از راههای وارد شدن به جنتش میگرده. معنوش همیه افشوا السلام و اطعموا الطعام. طعام بتین در راه خدا انفاق کنید. این خیلی جوان مردیه خیلی غیرته. اصلا بگیریم کاری هر بز نیست خیرمن کوفتن گاوی نرم باید مردی کهن. خداوند به هر کس هم میسر نمیگردون همین ایتان همین پدرت گذشتوت کرده باشم میکده اگر نکرده باشم باور کنه خیلی باز بین بدست ای ولی همین کسایی که میکنن همین ریشه شونا بکنه یا همین از ریشه شو همین خیلی اومدگیان اما پدر فرزند پدرش هم میبینه که همتری بنون و نمکای با هم پدری خودش تقلید میکنه نه که اگر هم پدرش کهری باشه ای جو بکنه اخی میخواه که هم بچه ها شیر بچه باشن خطو شیر شوی هیچ جای شک ندارم به خدا قسم. اصلا اطعام طعام دادن در راه خدا
як неъмати бениҳоят бебаҳоай бисёр бузургай. марди мусулмон бояд ҳамитари соҳиби нуну намак бошад, хона дошта бошад. мо меҳмонхона мегем. барои чӣ? барое ки ҷои меҳмоноай, меҳмонро қабул мекунем. барои мора дига ин меҳмонхонаҳо зали ай ҳама хушнтарин мушидааст. бачаҳои хидматро раҳ наметем, як ҷо меҳмон ада уҷа раҳ метем. як мусафир омадааст як ҷо, баъд бачаҳо бозӣ доштанд, гуфтааст якша гуфтааст бачаам хонаи ман дар киҷоай? гуфтаи бобо ман тро намешиносам, як ҷо медон хона дар киҷоай? гуфтааст шумо меҳмонхона надоред? одамои қадима бинеда шумо меҳмонхона надоред? охина ман меҳмоном, хонам киҷо дай.